بسم الله الرحمن الرحیم. نویسندگان، شاعران و هنرمندان، فرهیختگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جای بسیار مسرت است که امروز وزارت دولت در امور سال میزبان شخصیت‌هایی است که در بسیج عواطف، افکار و اندیشه های جامعه نقش کلیدی و بنیادی را به عهده دارند و امیدوارم که نشست امروز آغاز خوب و دوامدار بین وزارت و جامعه فرهنگی و ادبی کشور باشد. حضار گرامی، شما بهتر می‌دانید در دنیای امروز که سرشار از تنش و درگیری است، هنر و ادبیات می‌تواند پیام آور صلح و دوستی و همدلی بین ملت‌ها باشد. در حقیقت ادبیات زبان همدلی است که نقش شاهکارهای ادبی در برقراری صلح و دوستی در میان ملل و بررسی چگونگی تأثیر ادبیات در گسترش صلح و انسان دوستی یک امر بسیار واضح و انکارناپذیر است. از جانب دیگر با در نظر داشته تأثیر عمیق ادبیات بر فرهنگ جامعه، هر نوع تغییر و بهبود در اجتماع بشری را میتوان با ادبیات خلق کرد. همدیگر پذیری، با همزیستن، تشویق به خردگرایی و علم اندوزی، احترام و اعتنا به ارزش‌های بشری، پذیرش تنوع و تکثر در جامعه، احترام به محیط زیست و حفاظت از آن، پرهیز از ارتکاب هر گونه خشونت و یا حمایت از رفتارهای خشونت آمیز و امثال اینها در دامان ادبیات قابل پرورش است. چنانکه مولانای بزرگ بلخ 700 سال پیش با سروده های خویش مهر تاییدی بر فرهنگ صلح جویی افغانها گذاشته و امروز هم خواسته اساسی مردم است. تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چی آید؟ تو مگو همه بجنگند و ز صلح من چی آید؟ تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز، که یکی چراغ روشن ز هزار مرده بهتر، که به هست یک قد خوش ز هزار قامتی کوز. از آن جایی که وزارت دولت در امور صلح در راستای فرهنگسازی برای صلح و ترویج صلح پروری در مرحله اعمار صلح عهده‌دار وظایف مهم است، برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای را با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف جهت تغییر افکار و رفتار شهروندان در حمایت از صلح‌خواهی و نفی هر گونه خشونت فیزیکی و روانی روی دست گرفته است تا بتواند کشور ما را به صلح پایدار برساند که بدون شک یکی از ابزارها برای تاثیرگذاری بر افکار و رفتار مردم هنر و ادبیات است. حضار گرامی، هنرمندان و ادیبان کشور همیشه رسالت فرهنگی خود را انجام داده اند. همچنین بر هیچ کس پوشیده نیست که غنای فرهنگی شرق بر شعر و ادب استوار است. بنابراین باید جهت فرهنگسازی و مخصوصاً ترویج و تحکیم فرهنگ صلح دوباره به شعر، ادب و هنر مراجعه کرد. به همین منظور وزارت دولت در امور صلح در نظر دارد تا در همکاری نزدیک با هنرمندان و ادیبان کشور از محتوای منظوم و منثور برای اعمار صلح استفاده نماید. همکاران ما در وزارت با دقت و اهتمام کامل پیشنهاد شما را
یادداشت کرده و آنها را به پلان عمل تبدیل خواهند نمود و در پیشبرد مشترک امور در این بخش با جامعه ادبی در تماس، هماهنگی و تشریک مساعی دائمی می باشند. سلسله نشست‌های ادبیات برای سال که امروز اولین نشست آن تدویر شده است به صورت دوامدار ادامه خواهد یافت و در قدم‌های بعدی در نظر داریم در ولایات نیز برنامه‌های مشابه دایر شود تا ارتباطات دوامدار با جامعه ادبی شکل بگیرد. یک بار دیگر از حضور گرم شما سرمایه های معنوی کشورمان در این نشست صمیمانه قدردانی می نمایم و برایتان روز خوش و سرشار از صحتمندی آرزو دارم و من الله توفیق.